برداشت 554. پنجشنبه بهترین موقع برای گشتن تو باغ فردوسه. میگه من زارای اصلم میخورد. پیازداغ رو هیچ کدوم نریزی. دوران پهلوی خریداری میشه، این ساختمون ساخته میشه. بهش میگن سینماتوگراف. هنرمندا اومدن تبدیل به یه همچین بگم کار فرهنگی تا 3 صبح. اگه یه چیزی ته قلبت میگه برو بگو. خیابون ولیعصر تهران یه ذره مونده به میدون تجریش. یه گذری وجود داره که ما بهش میگیم باغ فردوس. البته باغ فردوس یه محله است توی تهران، ولی الان و در اصطلاح عامیانه وقتی میگیم باغ فردوس منظورمون همین یه ذره گذریه که انتهاش به موزه سینما میرسه. واقعا نگاه به این نکنید که یه ذره مسیره. توی همین یه ذره مسیر شما میتونید ساعت‌ها سرگرم بشید. از دستفروش‌های متنوع، هر چی بخواید اینجا پیدا میشه. غذا فروشیاش که البته سر باغ فردوس الان شما تو تصویر ندارید و جذاب‌ترین قسمتش اینه که اینجا همه شب‌ها ولی بیشتر شب‌های تعطیل گروه‌های موسیقی خیابونی میان و مردم جمع میشن و کلاً یه فضای خوش حس و حالی رو داره. تازه الان هوا سرد شده، به نظرم خلوته، ولی همونجوری که می‌بینید البته نمیدونم میشنوید یا نه صدای موسیقی داره تو پس زمینه تصویر میاد. ساعت 9:30 شبه و تازه این گروه‌های موسیقی خیابونی دارن میان. تشویق‌های جهت آماده سازی موسیقی‌ها. مثلا اینکه اینجا یه خبری بوده من دیر رسیدم. اینجا آنلاین عکستون رو میدید؟ همین لحظه برامون میکشی؟ هزینه‌اش چقدره؟ 100 تومن. بچه ما اینجا یه عکس خودشون گرفتن، میخوایم بدیم اینو نقاشی. همین الان آنلاین برامون نقاشی. آنلاین که یعنی سریع. کاغذ بزرگ بکشم مثلا این سایز نمیشه کوچولو باشه؟ جا نمیشه. دیگه داریم رنگ‌آمیزی می‌کنیم. میگم بیشتر شبیه پیریامون نشد تا این به خاطر چین و چروکیه که مثلا اضافه میشه دیگه. مثلا چین و چروک اضافه نکردی؟ هر چیزی که کوچکترین چیزی که باشه توی کاریکاتور بولد میشه. این اصلا یک هم چیز خنده چروک خنده اینجا این بیشتر میشه. ولی یه ریش میانسالی برای من گذاشتیم. این نشانه اینه که باید منو ببری فیلر تزریق کنم. فیلر سر به ناز بی تو بیا کنارم زیر طاق مهدا غزل برقصی با طلوع فردا بیا کنارم ساقه بهاره رو فرش ابرو پولک ستاره خمار شعرم میشکنه پیش تو عجب شرابی نفس فضا. لوکیشن مورد علاقه پیام آشناتون کنم. ببین واقعا یکی از لباس فروشی‌های مورد علاقه من تو این مسیر میشه گفت این لباس هست. خیلی کاراش خوبه. قیمتش بالاست. میگه من زارای اصلم
میخوره اصلا. واقعا خوبه. خیلی کاراش قشنگه، یعنی اصلا واقعا شما فکرشو نمی‌کنید که توی همچین لوکیشنی این لباسا رو بتونید پیدا کنید. در بازی سرنوشت من برنده آش شدم. آش در مقابل برگر و آش برنده شد. پیازداغ بگو. یکیشو فقط کش. نه اشتباه میگی. پیازداغ رو هیچ کدوم نریزید. نعناداغ رو یکیش بریزید. کشک هر دوتا رو هم یه ذره بیشتر بریزید. دستتون درد نکنه. بچه‌ها اینجا باغ موزه فردوسه یا همون موزه سینمای ایران. اگه بخوام به طور خلاصه تاریخچه‌ش رو براتون بگم، یه باغ بوده در کل دوران قاجار، دوران پهلوی خریداری میشه، این ساختمون ساخته میشه و تبدیل میشه به مدرسه شاپور. بعد از انقلاب هم کاربری مختلفی داشته، دست وزارت فرهنگ و ارشاد بوده تا سال 81 تبدیل میشه به موزه سینمای ایران. بچه‌ها دو تا مجسمه هست ورودی باغ که اگه این مجسمه ابن هیثمه، اگه براتون سواله که ربطش به اینجا چیه، ابن هیثم یه فیزیکدان بوده که رو نورشناسی کار میکرده و اینکه اولین بار اصطلاح اتاق تاریک رو ایشون به کار میبرن که بعدن که دوربین و عکاسی و اینا اختراع میشه، این اصطلاح اتاق تاریک ابن هیثم خیلی تحول بزرگی تو فیلم و عکاسی و اینا به وجود میاره. اساتید ایشون هم مجسمه استاد عزت الله انتظامی هستش. اگه بخوام یه توضیح، همه که میشناسید نیاز به توضیح نیست، فقط اینو بگم که دلیل وجودش تو این موزه چیه که اولین جایزه خارجی بازیگری سینمای تاریخ سینما ایران رو ایشون میگیرن به خاطر بازی تو فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی. باغ موزه فردوس یه دونه موزه سینمای ایران فقط نیست، تبدیل شده به یک مرکز فرهنگی و فروش صنایع دستی و چیزای خیلی خیلی قشنگ. یک کتاب فروشی خیلی جذاب داره، حوض نقره است. من عاشق این کتاب فروشی ام. موزه سینما یه سالن سینما هم داره، بهش میگن سینماتوگراف. میبینید دیگه در و دیوارش واقعا قشنگ و نوستالژیه. یکی از جاهای بامزه دیگه که گفتیم بهتون این مغازه هست و ما در دیوار مغازه داریم فیلم برداری میکنیم. اگه این روزا گذرتون به هر دلیلی به تجریش حوالی تجریش باغ فردوس افتاد، لطفاً لباس گرمتر از لباس من بپوشید. اختلاف دما توی تهران داره بیداد میکنه. خیلی سرد شده اینجا، خیلی سرد. از جذابیت‌های باغ فردوس و خیابون علی است که بخوام براتون بگم، اینی که این درخت‌های خشک شده رو هنرمندا اومدن تبدیل به یه همچین مجسمه‌های زیبایی کردن که حالا یه دونه دوتاش تو ورودی باغ فردوس هستش. یکی دیگه از درختای خشک و البته جذاب خیابون ولی است و ورودی باغ فردوس این اثر هنریه، کار استاد حسین عالیه که تنه درخت رو به شکل چهره مولانا در آوردن. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی در دازهای رو شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
تمنا ای یار زیبا. بگم کار فرهنگی تا 3 صبح سر باغ فردوس. این خدمت شما. من داشتم از این فیلم میگرفتم و گفتن که این نامه های عاشقانه‌ایه که رحیم و اسم اون یکی یادم رفته، اسم شخصیت دخترشو. فکر کنم مثلا اول راهنمایی بودم که من اینو میخوندم. اینا نامه های عاشقانه‌ای که تو این کتابه. میتونیم هر کدوم یه نامه عاشقانه داشته باشیم. سلام، اگه چشات یه نفر رو پیدا کرده پنهونش نکن. اگه دلت لرزیده نترس. نه برای اینکه مطمئنی قراره بهت لبخند بزنه، نه، فقط چون نمیخوای یه روز از خودت بپرسی اگه گفته بودم چی میشد. اگه یکی هست که با فکرش خوابت نمیبره، خب تمومش نکن. بیا جلوی چیز مردم رو گرفتی، برو سمتش. اگه یه چیزی ته قلبت میگه برو بگو، پس برو بگو، حتی اگه صدات بلرزه، حتی اگه هیچ جوابی نشنوی، چون عشق وقتی واقعی باشه خودش راهش رو پیدا میکنه. آره سخته، میسوزونه، گاهی هم زمینت میزنه، ولی مگه زندگی بدون این دل به دریا زدن ها معنا داره؟ یه عمر میتونیم عاقل باشیم، اما فقط یه لحظه است که میتونیم شیدا باشیم و اون یه لحظه میتونه همه چیز رو زیر و رو کنه. بگو، بخند، بسوز، هر چی، فقط نگهش ندار تو دلت. زندگی کوتاه‌تر از اونه که صبر کنیم برای یه روزی که هیچ وقت نمیاد. نذار لحظه ها از دست برن، نذار حسرت بمونه تو دلت. به دلی که هنوز میتپه بگو این عشق نیست، شیداییه. این نامه هیچ وقت خونده نشد تا الان که رسید دست تو. چون اون که نوشتش میترسید و نمیدونست عشق شجاعت میخواد، حتی شیدایی میخواد. اما شیدایی همیشه هم آسون نیست. برای همین باید از اسکن کردن این کد شروع کنیم. دارم میلرزم ها. بیا فکر کنم که پیج اینستاگرامشونه. بذار بیا. میدونید که من چون اینستاگرام ندارم ماجرای عاشقی همینجا به اتمام میرسه بچه‌ها.